الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وعن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. حضار گرامی، برادران محترم، در آستانه آمدن شهر مبارک قرآن کریم یا شهر مبارک رمضان قرار داریم. مناسب است آن چیزی که برای ما در امچو ماه مبارک که ماه پربرکت و پرخیر است از این نعمتهای بزرگش چه قسم و چه نوع استفاده بکنیم. منظور می بود که در رمضان چی کارهای بکار است که ما انجام بدیم. دیگه مسائلش در جمعه دیگه انشالله حواله می سازیم، چرا که رمضان بعد از جمعه شاید باشه. امروز فقط یک موضوعی که یقینا رمضان مبارک با اون موضوع خیلی زیاد ارتباط قوی داره و همچنانی موضوع ما با درسای سابقی ما و گفته های سابقی ما ارتباط قوی داره که در جمعه های سابقه در مورد مفهوم سلفیت گپ زده بودیم و ما در اونجا این گپ گفتیم که بغیر از اینکه تمسک یا چنگ به کتاب الله و سنت رسول الله زده شود و اون به منهج سلف باشه دیگر راهی نداریم. یک گپ دیگر هم باز یادآور میشم که یک تعداد دوستا در هنگام تبلیغ و تقریر متوجه نمی باشند و فکر میکنه که ما خوب دقیق هستیم. ما دمو فرصت هم بس اوقات که موضوع خیلی باریک می باشه میگیم به دقت متوجه باشه. در جمعه گذشته در مورد ازی گپ زدیم که مجموع امت یعنی خیر القرون پیغمبر علیه السلام تایید کرده، شاهدی داده که خیر القرون است. مجموع امت معصوم است. الله متعال امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمع سری گمراهی نمیکنه، از او خاطر امت به اعتبار مجموع معصوم است، اما به اعتبار افراد از پیششان خطاها صادر میشه. ما در جمعه قبلی براتون گفتیم که ابوبکر و عمر رضی الله عنهم وار شخصیت ها هم خطا شده، اما به طریق مجموع صحابه کرام به طریق مجموع اگر بگیریم این خطا نمیشه. هیچ وقت الله متعال طور نمیکنه که مجموعه امت خطا بکنه. یک تعداد دوستا براشان برداشت درست نکرده بودن، زنگ زدن یا برای ما گفتن که مولوی صاحب تو یک مرتبه صحابه را گفتی معصوم نیسته و بعد از او گفتی که این چی امت معصوم است. یکی به اعتبار مجموع است، یکی به اعتبار افراد خطا میشه، اما مجموع امت معصوم است. و این گپ تاکید کرده بودیم که وقتی افراد خطا میشه دنبال افراد رفتن، قول یک شخص مورد اعتماد خود قرار دادن و در همه مسائل پشت از او رفتن، قطعا انسان خطا میشه. چرا که وقتی یک انسان فرد ما دنبالش رفتیم حتما در یک قول در یک موضوع مسئله او خطا شده، پس آلی تو خطایش کار میگیری یا نمیگیری؟ از او تابعداری میکنی یا نمیکنی؟ اگر کردی قول خطا کردی، بازو هم در صورتی که در مقابل قول صحیح موجود باشه و تو هم دنبال همون قول خطا روان باشی. ما با او تعداد دوستایی که پیروی یک مذهب میکنه قطعشان تضاد نداریم که چرا پیروی یک مذهب میکنه. تضاد در اینجاست که در اون مذهب موضوع یا مسئله غلط ثابت میشه، خلاف صریح آیت قرآن یا حدیث پیغمبر ثابت میشه، لیکن این مردم بازم قول امام خدا میگیره و این گپی جدید نیسته. شما بارها از دهن حتی علما شنیده که زمان برش میگه که این موضوع ثابت است. به طور مثال وقتی برش میگه که خو رفع الیدین در بخاری که از صحیح‌ترین کتاب بعد از کتاب الله به نزد امت است، در اونجا روایتش متواتر آمده، یعنی محدثین روایت رفع الیدین متواتر میگه. او برات میگه که بله در حدیث خو هست اما در مذهب ما نیست. این خود گپی است
که مناقض با حدیث رسول الله میشه و اینمی قسم تقلید انسان در گمراهی میکشانه، اینی قسم تقلید انسان خطا میکنه، از حق تو را میگردانه. از او خاطر ما پیش گفتیم که نه، ما دنبال مجموعه میریم. زمانی که کدام فهم دینه امت سرش عمل کرده، امت تطبیق کرده، ما اونمو را میگیریم. حالی در امت بسیار مردم است، بسیار علما است، 100 عالم، 1000 عالم است. هر عالم که سخنش مطابق کتاب الله و سنت رسول است، قولی از او گرفته میشه، از دیگه علما متروک میشه. اینی دین است. خلاف ازی قطعا دین نیست. اگر کسی ثابت میکنه که خلاف ازی دین است، قطعا این را ثابت کردن نمیتونه. احد هم دلیل تیر کردن نمیتونه که ما مأمور شده باشیم که فقط قول امام مالک رحمه الله را بگیریم، یا فقط قول امام شافعی رحمه الله را بگیریم، یا فقط قول امام ابو حنیفه رحمه الله را بگیریم، یا فقط قول احمد بن حنبل رحمه الله را بگیریم. کس سند و دلیل در این مورد از او زمان تا این زمان و تا روز قیامت ثابت کرده نمیتونه. الله متعال حکم عام کرده، فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ما وقتی که پیروی از اهل ذکر میکنیم، اهل علم، ذکر قرآن مراد است. هر کس که مهارت و معلومات در قرآن داشته باشه و آن چیزی که شرح قرآن کریم از حدیث داشته باشه، ما از او سوال میکنیم. پیروی ما از قول عالم از این حیثیت نیست که از دهن فلانی خان برآمده. ما پیروی از قول عالم به این نیت و حیثیت میکنیم که این عالم از کتاب الله و سنت رسول الله برای ما مسئله را بیان کرده. به مو ساعتی که برای ما واضح شوه که امی عالم از قرآن و حدیث مسئله را واضح نکرده، بیان نکرده، در مو فرصت او عالم قولش ترک میکنیم، میریم پشت او مسئله که او از قرآن و حدیث ثابت باشه. اگر او را احمد استنباط کرده باشه، اگر او را محمود استنباط کرده باشه، پشت از او میریم. اینی دین است. خلاف از این یقینا بیدینی است. هر کس که خلاف از این عمل میکنه، حرکت میکنه، بیدین است. یکی طور کسی است که او بنابر تعصب و ضدبازی، چون طرفداری یک مسلک یک شخص زیاد میکنه، در ذهنشی گپا خوب نمیشینه و اینطور فکر میکنه که نه، حالی چطور شده میتونه که یک قدر مردم روان است یا خطا شده. گپ در سر اکثریت نیست که مردم اکثریت داشته باشه و پشت اکثریت بروی و بگوی که این اکثریت است. امروز اکثریت دنیا طرفداری همی گپا میزنه. امروز نظام لعنتی دموکراسی سر همی اکثریت استوار است. مردم به می میکشانه، خواسته باشیم نخواسته باشیم، کلی تندمی اقرار کرده، دموکراسی را تایید کرده. انتخابات به می شکل قطعا تایید دموکراسی است و حکم بنابر اکثریت است و حکم بنابر اکثریت. قرآن الله متعال برای پیغمبر میگه و ان تطع من اکثر من فی الارض یضلوک. لی پیغمبر علیه السلام، اگر تو تابعداری اکثریت مردم بکنی یا تو را خطا میکنه از رایت. ما دنبال اکثریت نمیریم، چه در این نظام لعنتی دموکراسی باشه، چه در نظام مذهبی باشه که اگر آدم بگویه و امی دلیل میگیره که افغانستان کلش حنفی است، باید مسلک حنفی باشه. نه، این حکم از کجا میکنی؟ چطور تو مردم مجبور میسازی که پشت یک شخص بروه نظر یک شخص تایید بکنه؟ آیا کل مسائل یک مذهب حق است؟ سند بده برای من. کسی سند داده میتونه؟ نمیتونه. ما دنبال حق روان هستیم. الله متعال برای ما میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اطاعت الله و رسول ما میکنیم، اطاعت اشخاص سر ما نیست. اولی الامر بله از علما و حکما تا اونمو زمان اطاعت میشه که تا وقت مخالفت حکم الله و رسول نامده باشه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق انما الطاعت فی معروف. طاعت در چیزی معروف میشه. افسوس است که یک تعداد دوستان ما این نکته را درک نمیکنه که ما چی گپ میزنیم. فقط اما تعصب وامی داشته باشه، عناد و ضد وامی داشته باشه. این را چی میکنه؟ مردمان کلانی که در حق ائمه نعوذ بالله عقیده پیغمبری را داره، میگه معصوم است، هیچ قول فلان امام مخالف قرآن و حدیث نیست. بده سند بکشم، بس صدها قول بکشم، نه قطعا گپ صحیح شده نمیتونه. بله در جمعه گذشته در مورد علما خو گفتیم که در مورد علما اگر کسی طعن و لعن و تحقیر و توهین میکنه، ما از او بیزار هستیم. قطعا علما گوشتش زهرآلود است، کسی در حقش گفته نمیتونه. حتی اگر قول خطای از او توجیه درستی داشته باشه، ما مامور هستیم بنابر حسن ظن مسلمان بالای مسلمان امو گپش به مو قول درستش توجیه بکنیم، به مو قول درستش حمل بکنیم.
امو موضوع و سخنی که بس اوقات مردم میگه از یک نفر که دیدی که 99 عملش کفری بود یکیش مسلمان بود او را باید کافر نگویی. گپ غلط است. یک علامه کفر ضروریات دین کسی منکر شود کافر میشه. اصلا او نمیفهمه، این گپ درک نکده. گپ این رقم است. اگر یک انسان سخنی گفت و سخنی از او 100 توجیه داشت، 99 توجیه کفری بود، یک توجیه اسلام داشت، قولی ازیره سخنی ازیره سریع توجیه اسلامش حمل بکو، مردکه را کافر نکن. و ما در مورد علمای ما امی قسم عقیده داریم که علمای ما قصداً مخالفت کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نکرده. خصوصا نوع امامایی که امت تسلیم است، امانتش، کرامتش، ولایتش و مردمایی که علمش، تقویش کلش به پیش مردم هویداسته. و مردم گاهی هم ما نعوذ بالله زبان طعن و لعن و تحقیر قطعا نمیکنیم برش و نمیگیم که ما بگوییم که نه او هم به مثل ما یک عالم بود، برای ما مناسب نیسته. تقوی از او تقاضا از این میکنه که ما در درجه از او رسیده نمیتونم. یک تعداد دوستای خیلی عالم ما به مردم همی گپ تلقین میکنه که فلان مولایی آلی میگه که ما علمم از امام ابو حنیفه رحمه الله بالاست، از امام شافعی رحمه الله بالاست. این گپ غلط است. اصلا تو همی گپ خیلی بالا میتراشی که امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم امین بالجهر میگه، رفع الیدین میکنه، قرائت خلف الامام میگه، اما تو ملا صاحب قطعا به مقتدیای خود همی سخنی امو 3 امام هم برشان نمیگی که همی عمل میکنه، بلکه میگی که منسوخ است. حتی که عالم مذهب خودی دیر رد کرده، بنابر تعصب و زدبازی طرفداری حق نمی کنی و میگی که منسوخ است، به قول ضعیفت عمل میکنی. نکو، به خاطر رضای الله هر سخن بگو. ما گاهی هم نعوذ بالله زبان ما کوتاه شود که سر علما ما سخن غلط بزنیم، قطعا نه. همچنان در مورد کتب فقه ما کل فقه را رد نمی کنیم ولی کل فقه را تایید هم نمی کنیم. خذ ما صفا و دع ما کدر. در فقه او موضوع مسئله که با اساس قرآن و حدیث ثابت شده باشه علی الرأس والعین، در سر چشم میمالم. اما هرگاه یک موضوع از شکم گفته شده باشه او موضوع را خلاف قرآن و حدیث باشه و قطعا درست نیست. یک دوست ما گفت نه در فقه ما هیچ موضوع نیست که خلاف قرآن و حدیث باشه. ما گفتم اینطور موضوع است که امیالی برات بگویم اعلان بیزاری تا میکنی، اعلان بیزاری میکنی. همونطور است، موجود است همونطور گپ. قرآن کریم کسی با بول بنویسه چی رقم است؟ با خون بنویسه چی رقم است؟ خونی که به نزد تو نجس است، کتاب الله را اگر به نجاست نوشته کنی به خاطر چی؟ استشفا، طلب شفا اگر نوشته کنی. حتی علما نوشته کنه در فقه که در این مورد اتفاق علمای ماست، بنابر ضرورت است. به خاطر که مثل شراب و مرداری واری است که یک کسی ضرورت پیدا بکنه دشت بیابان دیگه از اون نوشیجان کده میتونه. به خاطر چی؟ باقی ماندن حیات خود. ما میگیم عجیب است، اونجا پیغمبر علیه السلام میفرما الله نگذاشته شفا را در چیزی محرم، چیزی که حرام است الله در اون شفا نگذاشته. خیر چطور شده میتونه؟ آلی امی فقه تا امی مسئله فقه تا بپذیرم یا رد کنم؟ چه قسم میکنم؟ نه، این ائمه مجتهدین اگر اقوالش ما جمع کنیم به صدها مسئله پیدا میشه که خلاف صریح حدیث پیغمبر ما باشه، اما و مخالفت صریح حدیث به قصد نکرده، حدیث برش نرسیده، برداشت از حدیث دیگری کرده. و ما ملامت نمیکنیم، ملامت دوستی که اونجا حدیث صحیح برات آمده اما بازم تو مسئله را دنبال میکنی، عمل سرش میکنی که صریح مخالف حدیث است. از او خاطر ما بارها گفتیم که گپا قطعا ما در مورد کتابای کسی بد و رد نمیگیم. موضوعی که خلاف قرآن و حدیث باشه از هر کسی باشه، در هر کتابی باشه، ولو در کتاب ما باشه، در کتاب احمد باشه، محمود باشه، هر موضوعی که خلاف قرآن و حدیث باشه قابل قبول نیست. امید دین است، این امید دین است، خلاف از این دین نیست. اولیام اگر کسی دمو فکر نعوذ بالله تاریکی خود بازم چی میکنه؟ قرار نشسته که نه این مردم روان است، اگر یا در جهنم میره من در جهنم برم، این گپا را نزنی. الله متعال برای شما عقل داده، الله متعال شما را بصیرت داده، قوه فکر داده، چشم برات داده، گوش برات داده، اسباب و امکاناتی که سبب هدایت راه یابیت میشه ایرا الله متعال برات داده. اگر بازم اکتفا میکنی پیش الله جواب داده نیستی که دنبال حق گشت یا نه. نکنیم،
حق و آن چیزی که مسئله دین است او را یک چیزی اهمیت بدیم، چرا او حیات ماست. تمام مقصد زندگی ما راهیابی ماست. ما در هر رکعت نماز همیشه می دعا اهدنا الصراط المستقیم، الله برای ما راه مستقیم هدایت کو. چه رقم هدایت کنه؟ یک روزم در جای نرفتیم. امروز من موضوع خود در می مورد گرفتم که رمضان مبارک ماه قرآن کریم است. ما با این کتاب الله، با این قرآن که عقیده کرده ایم، چقدر باورمند هستیم، چقدر با قرآن علاقه و رابطه داریم. آیا کدام روز با قرآن نشستیم، از قرآن شنیدیم، پیام قرآن گوش گرفتیم یا نه؟ یعنی که آلی خب رواج بر آمده، مردم میگه فلانی حاجی صاحب بسیار خوب آدم است، چرا هر پنجشنبه ختم داره، هر پنجشنبه ختم میکنه. او هم امو حاجی صاحب میگه که من قرآن بسیار دوست دارم، ولی زمانی که از پیشش سوال میکنی که حاجی صاحب خود قرآن یاد داری؟ نه. زنت یاد داره؟ نه. بچه یاد داره؟ نه. سنویت یاد داره؟ نه. دختری یاد داره؟ نه. در فامیل یک نفر قرآن یاد نداره. بالمقابل که پرسان میکنی که ترکی را یاد داره، چینایی را یاد داره، آلمانی و انگلیسی را یاد داره، کلش یاد داره. در 20 مرکز کورس انگلیسی زنش توبکی، دخترش توبکی میبره، در تاریکی نماز میبره. نمیگه که اونجا راه خراب است، امنیت هست، یعنی اونجا اختلاط مرد و زن است. این گپام نیست. در لباس میبره که قطعا تو دیده نمیتونی. امی حاجی صاحب که اینمی دعوای محبت قرآن داره، دروغ میگه. امروز سریب قاریای کر ختم قرآن کده، سبا زنی خدا قولوچ، دختری خدا قولوچ، با امرای یک بوله خربوزه، شراب و کباب در محافل میره، در مواضع میره که اونجا بغیر از تجمع فسوق دیگه کس نمی باشه. اما مردمی که پشتی گناه میگرده، اما مردمی که دیگه هم و غم نداره، عیاشی و فحاشی میکنه، اونجا رفته تا خفتن پس در خانه نمیرسه. الله اکبر، نه نماز جمعه را یاد داره، نه نماز دیگر رو شام و خفتن خوانده. لیکن این حاجی صاحب میگه من قرآن دوست دارم. من میگم ای ملت مسلمان، بله مرا فریب داده میتونی، بر ما قطمه سخن زده میتونی، از چالاکی و از چی خودکار گرفته میتونی، اما الله هست، از قلب داگاست. عقیدت به الله باید درست شود. شما باور به الله بکنی، ایمان ما سری الله تعالی را درست نشده. اگر ایمان سری الله درست شود، همه چیزای ما درست است. چرا که تو باز سخن غلط نمیزنی، منافقانه نمیزنی، در دل یک چیز و در دهن دیگه چیز باشه، قطعا این کار نمیکنی. دعوای دوستی قرآن کریم همیانی که ما از کل مردم پرسان کنم، کلگی میگه قرآن دوست داریم. اما وقتی که سوال کنی که جناب محترم چند ساله عمرت است؟ 50 و 60 سال عمرش است. قسم برش بده در 50 و 60 سال یک ساعتی خود در ترجمه قرآن دادی؟ کلا نه. سوره فاتحه را مطلب و معنیش یاد داری؟ نه. عجیب محبت است، عجیب محبت است. کدام دعوا تصدیق میشه؟ نمیشه. یک وقت و زمانی اگر در منطقه ما کسی دعوتگر به سوی قرآن نبود، کسی پیدا نمیشد که ترجمه و تفسیر قرآن کریم بکنه، بله عذر بود برای عوام. مردم عوام به الله خودم پیش میکرد که یا الله کسی ما را آگاه نکرد، ما فکر میکردیم قرآن کریم برای مرده آمده، آیت الکرسیش در سر مرده آوار شود، در شناخت سنگش قل هو الله احد نوشته شود، در بیرقش شهید آیت قرآن نوشته شود، در سر اسقاط قرآن گشتانده شود. فقط به شاه و عرس آمده بود که در زیرش تیر شود، مسافر آمده بود که در سفر میره مادرش در سر دروازه بگیره در زیرش تیر شود. و کدام عقیده که این قرآن حالی یه آدم نگاه میکنه، یه عقیده غلط عقیده است، نگاه کننده الله متعال است. کتاب الله سبب شرعی است برای شفا، لیکن این سبب نیست که تو را حفاظت بکنه. خیر اگر در اون زمان ما در پیش قرآن کریم ننشسته بودیم شاید عذر می داشتیم. امروز عذر باقی نمانده. الله متعال و علمایی که واقعا قرآن گرفتن در بین توده های عوام مردم نشر کردن، امروز در رمضان مبارک در پاکستان بری یک مسجد بدون ترجمه خالی نیست. این بدبخت افغانستان است. اینجا که مردم ما بشینه، باز میگم افغانستان واری مسلمانی در یک جای نیست. چند جای ترجمه داری؟ در این رمضان مبارک چند جای ترجمه داری؟ در مرکز ترجمه چقدر مردم آمده رایسته؟ دیده شوه که چه قسم است. عزیزان گرامی یاد داشته باشه دعوای محبت اموتور نیست. ما رفتریستیم پیام قرآن بشنوه. ای به الله قسم
الله اکبر، قلبم میکفه. بالله قسم اینطور سخنایی برای من گفته میشه که برای شما بگویم مسجد اعلام میکنیم. امروز یکی از خواهرها برام زنگ زده میگه مولوی صاحب شوهر من لواطت میکنه، مردم میاره، نفرا را میاره، از پشت شیشه دیدم شه سخنش شنیدم، شراب میخوره. یزدستی چیست؟ یزدستی عزیز که شوهر یزی از امروز اول که به بنیاد نظری کمونیستی و بیدینی روان بود فکر گرفته تا امروز ازدواج هم کرده، حق زوجی خود نمیشناسه، حق دین نمیشناسه، آیت قرآن نمیفهمه. امروز در این کابل کدام به الله قسم الله حلیم ذات است، حلیم بسیار بردبار ذات است، زود عذاب خود روان نمیکنه. و اگر نه امو اعمال میشه که ایج تصور نمیشه. نمیبینی در بازارا؟ نمیبینی حالات را؟ هر جوان در گوشش است. اینترنت لعنتی برآمد دیگه. چقدر تقوا داری که تو خود نگاه بکنی، راستی تا بگو تبا نکرده. رمضان مبارک آمدن است مسلمان. بیا نکو امو مردمی که شترچران بود در دشتا و بیابانا زندگی میکرد، یک دقیقه تفنگ از شانش تا نبود، روز مرا جنگ میکرد، کشتار میکرد، دختری خود زنده بگور میکرد. اما زمان کتاب الله آمد انقلاب عظیم پیدا شد در بین ازوا و مردم ها کدام مردم جور شد و مردمی جور شد که در کابل تو هم امو عقیده توحید الله را، لا اله الا الله را در اینجا برات رسان. کار، زندگی، خانه، قارب همه را ترک کرده، آمد اینجا برای تو ندای توحید رسانده. توسط قرآن کریم انقلاب عظیم آمده. ما قرآن کریم در خانه ما پیدا میشه. چقدر با قرآن تعلق داریم، چقدر با قرآن محبت داریم. این مسجد انشاءالله ترجمه قرآن میشه، 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت. بیایید به خاطر رضای الله دکان خدا بسته کنیم، 1 ساعت خدا رو ترجمه بدیم. ما در شهر نو در مسجد عبدالله اعظم یادتان باشه ای ملت، به الله قسم در مسجد های الله انتخابات عموم شد که در شریعت نیست. خملای ما از سر منبر گفت که کسی اگر رای نده گناهگار میشه. عجیب است. از کی گله کنیم؟ از مردم عوام گله کنیم بیچاره را؟ اول ملا صاحب تو امیر بگو که این انتخابات در دین است یا نه؟ رأی یک زن فاحشه بدبخت شرابی با یا رأی یک دانشمند بزرگ دلسوز وطن که همه روز در گریان امت است، همه روز در غم امت است، رأی فاحشه، این بچه فاسق قمارباز لعنتی دزد غاصب قطعا عالم برابر است. این دین است؟ به الله قسم دین نیست. لیکن عالم ما سر منبر میگه که بده و عالم تعصب قومی نکو که ایمانی به الله قسم در حالت بیرون شدن است. در دلت چی را گرفتی؟ کدام طرف میلانی دلت است؟ هیچگاه نظام الله را در نظر نگرفتی. با کدام طرف کمپاین میکنی؟ راست بگو. در روز قیامت پیش الله رفتنی نیستی؟ الله از پیشت سوال نمیکنه؟ بله یقینا کل ما رفتنی استیم. با الله قسم الله از ما سوال میکنه که ایمان به کی داشته؟ طرفداری حق میکرده یا طرفداری زبانه؟ طرفداری حق میکرده، طرفداری منطقه، طرفداری حق میکرده یا طرفداری سمت، یا طرفداری مسلک، یا طرفداری حزب؟ امروز چی گپاست؟ کدامش فیصله کرده که نه؟ آیا واجد شرایط کسی هست که برش رأی داده شود؟ هست؟ مساجد الله محل چی شد؟ رأی دهی قرار داده شد. اما امروز که مولوی متوکل برای در مساجد کابل در وزارت حج و اوقاف مریضه بده و اینجا بسیار مولوی صاحبای شناخته دوست دارم برش بگم که برای یک رمضان مبارک برای ما در درس ترجمه قرآن کریم مسجد بده. اگر شما پیدا کردی میگم بشه، وظیفه به شما میدم. برای یک مسجد برای ما پیدا کنی غیر از این مسجد. به خاطر درس کتاب الله به الله قسم مسجد وجود نداره. امروز مردم میشینه میگه اسلام کدام است. خب لیکن من میگم که اگر همی گپا نباشه اسلام نمیشناسیم، دشمن دین نمیشناسیم، بانکی نمی فراز و نشیب باشه. این برای امتحان است. الله متعال میتونه کلی مردم یک دم مسلمان بسازه، آرامی باشه. اما الله جنت و دوزخ پیدا کرده. در جنت کی بره، در دوزخ کی بره؟ امتحانات الله متعال است، پیدا نمیشه.
پس این ماه قرآن، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه مبارک رمضان که برکت پیدا کرده، به خاطر چی پیدا کرده؟ الله قرآن دو روان کرده. الله یاد میکنه شهر رمضان و شهری است که دو قرآن آمده. قرآن در کدام ماه که آمده او پر برکت شده. چرا؟ قرآن خیلی کثیر است. قرآن چی میکنه؟ قرآن چی میکنه؟ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قدر قرآن صحابه میشناخت، مرتبه و مقام قرآن صحابه میشناخت. چرا؟ یک عالم زندگی و عمر خود سخت تاریکی و جهالت تیر کرده بود. توسط قرآن انسانیت یاد گرفتن، غیرت یاد گرفتن، شجاعت یاد گرفتن، ایثار یاد گرفتن، حسن اخلاق یاد گرفتن، طریق معامله و معیشت و زندگی را یاد گرفتن. قرآن پیش از قرآن است. پیش ما تو قرآن چه حیثیت داره؟ کدام حیثیت داره؟ ملاها جنگ داره که اسقاط است یا نه، قرآن دستری پیسه بمانیم یا نمانیم. دی جنگ است. 60 سال تیر میشه سوره فاتحه را معنیش نمیفهمید. توتی واره گفته رو ایستی در رکعت نمازت. تو فهمیدی که من چی میگم؟ ما بارها براتون گفتم قاری صاحب با سیاست خود بیرون برآمده. قاری صاحب کجا روان استی؟ غزنی. خیرت است، زن مریض است، کجا میری زیارت؟ 30 جزء قرآن کریم در قلبش، اما او به زیارت غزنی روان است. افسوس نیست اگر همین قاری الحمدلله را معنیش بفهمه در زیارت غزنی میره. تمام صفات کمال الحمدلله چی معنا داره؟ تمام صفات کمال مخصوص کیست؟ مخصوص کیست؟ تو وقتی در زیارت میری صفت کمال به زیارت ثابت کردی. امرای صاحب قبر او که مرده از تو خبر داره؟ مرده ها از ما خبر داره؟ نداره. شهدا وقتی که در اونجا میرسن نعمت ها را میبینه، الله متعال برشان میگه چی آرمان آرزویتان بیان کنی و میگه که الله اکبر. آرمانی ما است که بازمانده های ما در راه ما را تعقیب بکنن. و استبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. خوشحالی به این میکنه کسانی که پیوسته از ما نشده و در دنبال راهشان روان باشه. الله متعال خبر میده، مرده خبر نداره. قاری صاحب میره، صاحب قبر عقیده داره که از حال ما آگاست بدون اسباب و وسیله. از حال آدم آگاه بدون اسباب و وسیله کاری کیست؟ کاری کیست؟ اگر کسی به غیر الله به کسی دیگری عقیده را داشته باشه چی است؟ شرک. پس چی کنیم؟ باز اگر این عقیده را داشته باشه که نه دوا، نه نسخه، نه نوشتن، نه لکسری، نه لابراتوار، نه کدام توصیه، ولی حتی اولاد برای زن پیدا شود. اولاد دادنی کیست؟ اولاد دادنی کیست؟ لیکن این قاری صاحب عقیده داره که زن اولاد نداره، اونجا اولاد نصیب میشه. همین قاری امامت مردم هم میکنه. همین قاری امام مردم است. پشت مشرک نماز میشه، همیشه نماز. ملت ما تباسته، مردم تباسته، مردم در و در است. نفهمیده. چرا نفهمیده؟ از کتاب الله دور زندگی کرده. یک روز در قرآن کریم ننشست. سخنای جمعه ما به می خاطر است. اول از خودی ما، اینمی شما، همین کسایی که از کل مردم کده. من میگم که شما دعوای محبت قرآن حدیث از یاد داره، لیکن دیده شوه که در مجلس قرآن دیده شده یا نه. ما 3 ساعت آنقدر از دقت کار میگیریم که 3 ساعت ترجمه را در موقفی بکنیم که هیچ نوع مانع کار روزگار مردم نشوه. از 5 بجه شروع میکنیم تا 8 بجه را. از 5 بجه تا 8 بجه را. ولی کی حاضر است؟ اتور موقع است که اونجا پس شوی خورده نماز تخوانده حرکت کنه مرکز قرآن. بشی به قرآن کریم که نظام خانواده را یاد بگیری. بشی در قرآن کریم که معامله سود برات پیدا شوه. بشی به قرآن کریم که غصب زمین چه حکم داره. بشی به قرآن کریم. الله اکبر. شما باور به الله بکنید 4 اولاد زن جدا شد از شوهر خود. آمد برای من میگه مولوی صاحب این دختر چی؟ ما شیری بیبی خود خوردیم، این دختری کاکای مسته ما قطعش نکاح کردیم. ما گفتم این بیادرزادیت است. پدری تو هم بری تو بیادری رضاعی میشه، کاکای تو هم برادری رضاعی است. دختری از او بیادرزاده بری توست، حرام است. گریان کده، چیخ زده، 4 اولاد. ما برش گفتیم که امیال دوستی بری جدا شوی. اگر کسی به قرآن به کتاب الله بشینه در این حالتا
به الله قسم امیالی مردمایی هستن که 70 طلاق به زن خود داده پس زن است، تمام عمر زنا میکنه، اولاد از زنا پیدا میشه از دستی از اینکه کتاب الله را ترک کرده. اینا چی میکنی؟ به الله قسم پیغمبر علیه السلام در روز قیامت شکایت میکنه و قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شکایت پیغمبر میشه در روز قیامت، شکایت میکنه قوم ما این قرآن کریم ترک کردن قرآن کریم دمو فرصتی که ایمان نآورد قومش مشرکین مکه عمل سرش نکرد، ترک قرآن کریم امروز توسط چی میشه؟ نه اوامرش، نه عملی کردن، از نواهیش اجتناب نکردن، باور نکردن به قرآن کریم، عدم ایمان به قرآن کریم، رو آوردن طرف مضامین دیگه، طرف ملهیات دیگه. امروز مردم چی را میخوانه؟ قرآن میخوانه یا تلویزیون میبینه؟ کدام حالت است امروز که نیست؟ شما بگویید. این ماه مبارک رمضان هم شما باور به الله بکنید. در جمعه دیگه باز براتون میگم که کدام ماست؟ ماه شکم پر کردن است یا ماه واقعا توبه است یا ماه رجوع به سوی الله متعال است؟ در دیگه جمعه سر از گپ میزنم، چون این ماه مبارک قرآن است. اگر میخوایم واقعا محبت قرآن است ثابت کنیم، اعلانای ما امیر نوشته کردیم در سری اعلان که بیای امو ادعای محبت قرآن تحقق ببخشیم، عملی بسازیم، به زبان نباشه، در عمل پیاده کنیم. چرا قرآن امو کتابی است؟ الله بر ما میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که دعوی ایمان دارید، استجیبوا لله و للرسول، اجابت کنی برای الله، نظام الله را بپذیری. نظام الله وحی الله است، کلام الله است، کتاب الله است. قرآن ضابطه حیات و زندگی ماست، قانونی مکملی زندگی دنیا و آخرت ماست. خطی از او استجابت چی را میگه؟ تنها بگیم قرآن قبول داریم، همی است، همی است. الله کتاب به می خاطر روان کرده هدی للمتقین، برنامه هدایت است برای متقین. قرآن به خاطر است. بله یک تعداد خو میکنه ختم میگیره، ختم کل مساجد کابل قاری صاحب است، بر از لاس میکره آواز میاد در 3 روز، در 5 روز، اما خب قاری صاحب در 6 روز در ثبت نام کرده. در کجا؟ در حج و اوقاف. برای چی ثبت نام کرده؟ قسم بده قاری صاحب که به خاطر رضای الله میخوانی، یعنی که سر مسجد خیرخانه جنگ است، واسطه از وزیر پیش میشه که مسجد خیرخانه به ما داده شد. چرا داده شد؟ ها؟ به خاطر پول. نفوذ زیاد است، میگه پیسه زیاد جمع میشه. کسی که قرآن به خاطر پول بخونه او چی ثوابی داشته باشه؟ به الله قسم ما تباستیم تباه. یقین به الله بکنی گریان آدم میاثر می ملت که کدام فضیلت یا میگیره، کدام فضیلت یا میگیره آخر چی قسم ثابت میکنه که یقینا ما قرآن دوست داشتیم و به خاطر الله استاد شدیم. بسیار سخت است. قرآن ما را زنده میکنه. الله میگه ولی رسول اجابت پیغمبر را بکنه. اجابت پیغمبر تشریع قرآن، نظام الله را که پیغمبر برای تشریع کرده به مو تشریع قدم بگذار، همو تشریع را عملی کن، به مو تشریع روان باش. تشریع افراد دیگر را نگی، تشریع پیغمبر را بگی. اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی که شما را دعوت میده به سوی آن چیزی که شما را زنده میسازه. قرآن آدم حیات میبخشه، واقعا زندگی میبخشه. زندگی دو قسم است، یکی زندگی جسمی است که ما و شما داریم. این زندگی جسمی استوار به خوردن، نوشیدن، تنفس، مسکن، ایگه پاست و ما شب و روز در این سرگردان هستیم، یک دقیقه آرام ننشستیم. یک روز که جان جور باشه تو را به الله قسم دکانی تا ترک کردی، وظیفه تا ترک کردی، موتری تا ترک کردی، مکتبی تا ترک کردی، یک روز هم ترک نکردی، بیا که امی روح امام زنده شوه. یک زندگی دیگه است، او زندگی جدا زندگی است. او زندگی یقینا که به کسی میاثر شد نمیموره، مرگ نداره مرگ. اگر در زیر قبر در زیر خاک هم میشی خود تو زنده استی، یقینا زنده استی. اذا دعاکم لما یحییکم. او چقدر الله متعال متصل میگه، فرصت ها یک دم از دست میره. ای مردم از پال سال رمضان تا این سال رمضان شاید از این مجمعه خود اینطور افراد را فاقد باشیم، گم کرده باشیم که هیچ پرسان نکن. امو کسی که از کجا تا کجا را پارسال ما
شخص دوست عزیزی ما، الله برش مغفرت نصیب کنه. در جمعه کلیتون دعا برش بکنه به همه مسلمان ها. حبیب جان که در خفتن از ویسل آباد حرکت میکرد، در اینجا در تراویح شریک میشدیم. این سال ما نداریم. این فرصت است، نکنه دور نندازی. الله متصل میگه ان الله یحول بین المرء و قلبه. الله حائل واقع میشه در بین شخص و قلبش. زمانی که موقع خدمت و دعوت به سوی زندگی برات میسر میشه، معطل نکشه. نگو که باز خیر است دیگه سال باز ترجمه میکنم. خبر نداری که به این مرکز، به این مجلس قرآن باز برات میسر میشه یا نمیشه. موقع بدیم، وقت بدیم. و انه الیه تحشرون. این دنیا سیسته 20 سال، 30 سال، 70 سال، 100 سال، 200 سال شاید این طرف و طرف بدویم، جمع کنیم، بخوریم. این همین زندگی ماست. لیکن باز جمع کرده میشیم به سوی کی؟ الله متعال، خاص به سوی الله. الله اگر از پیش ما سوال بکنه نسخه برات روان کرده بودم، کلی عمری تا مریضی تیر کردی، دوایش گرفتی؟ قرآن نسخه مریضی ماست. کل بشریت مریض است. علاج از او، نسخه علاج از او را الله کتاب خود روان کرده. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین. الله اعلان کرده، به مردم اعلان کرده ای مردم براتان نصیحت آمده. هر روز شما را در قرآن بیشی که گپا را بشنوی. الحمدلله تحولی که توسط قرآن می پرسان نکن. یک دوستم آمد گفت مولوی صاحب دعوا داشتم قطعی. دوست دیگه ما یک روز در ترجمه قرآن حاضر شدم. زمانی که ترجمه قرآن شنیدم سخت دزدم بودم، پیسه مصرف کرده بودم و خانه فیصله به ما میشد، فیصله به ما میشد. زمانی که قرآن شنیدم رفتم و یقینا جای از من نبود، با ضد گیر آمده بودم. برش گفتم که بیادرکم خانه است، همین قدر مرا معاف کن که همین قدر تو را جور دادم. قرآن همین تغییر باید در انسان بیاره. دیگه آمده گریان میکنه برم، میگه مولوی صاحب سرم غالب شد، امروز کش کده در ترجمه آورد. الله اکبر، نماز نمیخوندم. سرم آمد گفت یا نماز میخونی در ترجمه میری یا دیگه پشت تو قطع تو نکای ما قطع است. چرا کافر است؟ کسی که به طریق دوام نماز نخونه کافر است. گفت ترسیدم که دایی از این ترسیدم که حالی من خیلی خان میشم در بین قوم. گفتم خیر است، خیر من نماز بخونم. صبح که خستم نماز خواندم، بعد از او در ترجمه روان بود. گفت اینم امروز حتما در ترجمه میری. در ترجمه آمدم، بعد از او سخت گیرم، هیچ نمیفهمیدم که نماز چی حیثیت داره. اینجا آمدم آخرت گپایش یک دم تغییر دم آمد. قرآن تغییر میاره. عمر رضی الله به قتل کشتن نرفته بود، حالی دفاعگر اسلام جور نشده. این قرآن تغییر میاره، تغییر میاره. الله برای ما میگه موعظه براتون آمده، شفاء لما فی الصدور. شبهه داری، عقیده غلط داری، به قرآن بشی. همین گپا که در ذهن تو بالا میشه که والا کدام راه را بگیرم، گپی کدام عالم قبول کنم. ای مردکه، گپی کتاب الله را بشنو، کلام الله را بشنو، کلام الله را، که هیچ شک و شبهه در قلبت باقی نمان. مطمئن شوی، مطمئن تعهد بکنی. و هدن، برنامه هدایت است. اگر تو هدایت دیگه جای طلب میکنی، به الله قسم غیر از راه قرآن هر کس که دیگه جای راه دیگری را برای هدایت طلب میکنه، به الله قسم اگر هدایت شد. هدایت منحصر در قرآن است که حدیث شرحش کرد. و شفاء چی؟ و رحمت للمؤمنین. تو یک دفعه با قرآن زندگی کو که رحمت الله چطور میاد. قل بفضل الله و برحمتی فلیفرحوا. با فضل و رحمت الله باید خوش شوی. فضل الله قرآن، رحمت الله قولی راجح همی است، فهم قرآن است که الله بصیرت در قرآن برات نصیب کنه، زندگی تا با قرآن برابر کنی. الله میگه فبذلک فلیفرحوا، با این باید خوش شوی. هو خیر مما یجمعون. مردم ها خود جمع میکنه، در این ساعت ها مردم رفته کاری خود میکنه، تو در قرآن نشسته. این بهتر است از آن چیزی که او جمع کرده. برای تو چی حاصل میشه؟ ما به این خاطر که زندگی ما دو قشر توسطش پیش میره، یکی مرد یکی زن. در نظام اسلام، در احکام الله متعال فرق در بین مذکر و مؤنث نیست. نماز سری زن هم فرض است، سری مردم. روزه سری زن هم فرض است، سری مردم. طلب علمی که 24 ساعت زندگی تا موافق شریعت انجام بدی، سری کل اگه فرض است، هم سری مرد هم سری زن. الحمدلله جایی بس
احسان الله و شکر الله متعال است که امروز ان شاء الله در ترجمه قرآن کریم طبقه ایناس است ذکر کرده چیست زیاد است و ما به این خاطر که یا طبقه مظلوم از سالا محروم باقی مانده، سالا از فضایل آگاهی نداره، سالا از قرآن آوازی نداشتن، ما با کمک امو دین دوستا، امو مردمای با احساس، امو مردمایی که واقعا قلبشان بشاش از دین است، مملو از دین است، با کمک از وا چنده جمع میکنیم، موتر میگیریم، از پغمان گرفته تا ارزان قیمته، از کتل خیرخانه گرفته تا دارلامانه، از هر جای خواهرها را جمع میکنیم به این خاطر که قرآن بشنوه. برای کس کدام خواهری که در قرآن آمده یک دفعه از پیش سوال بکنی که چی تغییراتی در زندگیش آمده و چی گپا آمده. از او خاطر عزیزا وقتم کم است اما موضوع بسیار مهم است. من عمل صالحا من ذکر او انثی، هر کسی که عمل صالح انجام میده مذکر باشه یا مؤنث، از طبقه ذکور باشه از طبقه اناث، و هو مؤمن، عقیده صحیح داشته باشه، اگر عمل صالح شود، تو شوهر هستی مؤمن واقعی و عمل صالح میکنی، زن تام، کدام زندگی برابر میشه؟ شما خبر داری؟ بعد از باز از زندگی لذت ببر. الله میگه فلنحیینه حیاتا طیبه، من زنده میکنم هر کدامی از یارا به یک زندگی پاکیزه آلوده نباشه. شوهر و زن به ترجمه قرآن بشینه، باز بعد از او مقایسه کنه زندگی ما بعد شنیدن ترجمه را با ما قبل شنیدن ترجمه که چی تغییراتی میاد و چی لذتی در زندگی پیدا میشه. خب افسوس است ما گاهی هم امیالی هم در جامعه ما اینطور مردم پیدا میشه، نه زن چی میکنه، زن در قرآن چی کار نکنه. مردم ای ملت، الله براتون میگه لا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، خبردار هر کدامتان چیسته؟ راعی است، سرپرست است، چوپان است و از در مورد رعیتتان سوال کرده میشه. در مورد نماز زنت از تو سوال میشه، در مورد مسائل دینی زنت از تو سوال میشه که یاد گرفته آنه بفهمید. فالرجل چیست؟ راع علی اهل بیتی و هو مسئول عنهم، اهل بیت زیر دستت است، تربیت دین یافته یا نه، مسائل دین میدانه یا نه، از تو سوال میشه در روز قیامت. تنها به یک نماز خواندن تو اسلام تک کامل نشده و به تو کفایت نمیکنه. تو بنیادت مسلمان بساز، فکرمند بساز، عقیدتمند بساز، اولادت، زنت، سنویت. صوبکی نماز خوانده شو پس بروی که سنو در یک طرف قرآن خوانده رویست، دختر در دیگه طرف، بچه در دیگه طرف، هر کس ورد و وظیفه خود تکمیل میکنه. بعد از تو زندگی را بیبی که چه لذتی داره. بیا در رکایم بهترین موقع است، ما باز اینو ترجمه داریم ان شاء الله. من امسال اتور فکر بکنم که تنها امی دوستایی که دعوای محبت قرآن داره باید در سرک هم جای نباشه، در سرک هم جای نباشه. برای 3 ساعت یک ماه قرآن، ماهی که الله قرآن روان کرده و پیغمبر علیه السلام همه ساله جبرئیل امین در ماه قرآن برش می آمد گردان میکرد قرآن کریمه، و سالی که وفات میکنه 2 مرتبه گردان میشه. بیا که با قرآن تعهد بکنیم، بیا زندگی جدید با قرآن آغاز بکنیم، کمپاین بکنیم، سهیم شویم به خاطر امی درس قرآن کریم. هر کدام ما بگیم دمی محله ما 20 زن از همسایه، 14 زن، 10 زن، 5 زن از همسایه آماده است برای ترجمه قرآن کریم. کرایش سرم است. رفتیم دست دوانی هم خیلی زیاد مصرف کردیم، در میمانی های قماندان ظالم و فاسق و شرابخور هم زیاد مصرف کردیم، در کمپین های مردم برای امر حرام هم زیاد مصرف کردیم، در تویای مردم که دلار ریختیم. بیا به خاطر درس کتاب الله دلسوزی بالای طبقه مظلوم بکنیم، موتر بگیریم که برای اونجا در پای قرآن بشینه. خواد که یک روز دست دعا را بالا کرد که الله برش اجر بده. ما این قدر گپا را که فهمیدم فلانی خان باعث شد که مرا اونجا برده. سهیم شویم، کمپاین بکنیم، دعوت بدیم، دوستی خود قط خود آماده کنیم. تو ضرورت نداری قرآن یاد داری، 3 همسایه تا قط خود یک جای کن به خاطر از وعده در درس قرآن برو شریک شو. کل ما شکایت داریم در مسجد ما را نمیمونه که به طریق سنت نماز بخوانیم، کار نکردیم، دل نسوختاندیم. 4 تا همسایه را قط خود
چرا برابر نمیتونی؟ حتما در تقوی ما، در دعوت ما خلل است، در اخلاص ما خلل است. اگر من اخلاص داشته باشم حتما برابر کده میتونم. خود اخلاص ما کمی است. ان شاء الله در شنبه آینده هم در این مسجد بعد از پیشین اینجا ترجمه قرآن کریم میشه و در شهر نو در مسجد عبدالله اعظم. از همه تان خصوصا تلاش بکنه خواهرای را موتر برشان گرفته میشه، از جایی که حرکت میکنه در موتر سوار میشن، در وقت و عادت پس میان، مسئول در حجاب بدون کدام این و آن. الحمدلله میره 1 ساعت با قرآن نشستن چطور است شما خبر داری؟ 1 ساعت. این سفر، این حرکت، این حرکت های عادی ندانه. سیاسری ما سر ما شله میشه صرف به خاطر توی برادر و بچه کاکای خود 1 ماه خانه را نه کار میکنه نه روزگار میکنه، هنوز سری تو مصارف دیگر هم میکنه و میره در توی بچه کاکا. نکنی. با قرآن هم بشینیم، بیای باز اول بگیری که چه حالت آمده، خود ما آمده شویم و از آن کسی که مسئولیت داریم بارم آماده بکنیم. الله متعال توفیق نصیب بکنه. این مسئولیت ما و شماست. تبلیغات دشمن، حرکت های دشمن، دسیسه های دشمن توسط چی خونسا میشه؟ توسط چی خونسا میشه؟ با آوازای ما. به که دین به کلگی بفهمانیم خود به خود خونساست. کسی که در درس ترجمه قرآن کریم نشسته باشه نخواد که انگشتش دیگه در امر غیر شرعی سیاه شود. نخواد که کتاب الله را بشنوه. خب ما تو مسئول هستیم، ما تو مسئول هستیم، مسئولیت خود رفع بکنیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. خدا و اهلتان از آتش جهنم نجات بده. بهترین فرصت است. الله بهترین موقع را بر ما نصیب کرده. میتونیم اولین ساعات روز خدا با درس قرآن آغاز کنیم ان شاء الله. الله توفیق زیاد نصیب ما بکنه و علمای ما را تشویق کنیم که در هر جا هستن برای 1 ساعت حتما در مسجد درس قرآن بگیره. بعد از دیگر تا شام تا که افطار میشه مردم آمده را ایسته. در جمعه دیگه باز ان شاء الله که از این رمضان مبارک چه قسم استفاده بکنیم، راه استفاده چیسته. بهترین نعمت بزرگ الله متعال آمده، ولی شرط است که ما تو آمادگی بگیریم، خود آماده بسازیم. رحمت الله نازل میشه اما ما تو دل صفا کنیم، ما تو خود مجهز بسازیم که الله 11 ما را در گمراهی، در بدی، نعوذ بالله، در فسق، فجور، لهو و لعب تیر کردیم. من امروز توبه میکنم، طرف تو میام یا الله و الله قبول کننده است. الله غفور و رحیم است. بهترین موقع است. الله توفیق مزید نصیب ما بکنه، نه تنها به خود، برای دعوت دیگران الله توفیق نصیب ما بکنه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم أهلك الدهرين. اللهم أهلك سائر أعداء الدين. اللهم زلزل أقدامهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم